از عالمی شنیدم حضرت باری تعالی سه گونه دعای بندگانش را جواب میگوید. یا عین آن چیزی را که بنده خواسته به او میدهد، یا چیزی بهتر از آنچه بنده خواسته را به او میدهد، و یا حاجت اونو استجابت میکنه، اما در دادن اون به بندش تا زمانی که به جهان آخرت بره تأخیر میندازه. و دعای شما به روش اول اجابت شد. چرا نامه را لای دیوار گذاشتید؟ خودم هم نمیدونم. انقدر مضطر شده بودم که به روش مردم عادی عمل کردم. اما میدونم اون چیزی که دعای منو مستجاب کرد نه نامه بود، نه دیوار مسجد. پس چه چیز سبب شد تا دعای شما این گونه معجزه‌وار اجابت شود؟